عافیت صدیقی 2 مارس سال 1972 در پاکستان در شهر کراچی به دنیا می‌آید. این اپای مسلممون یگانه دختر است که یکی از یونیورسیت‌های مشهوری ایالات متحده آمریکا، یونیورسیتی گاروارد، با دیپلم سرخ ختم میکنه و در یکی از اینستیتوت‌های تکنولوژی ماساچوست عاید طبیات تعلیم میگیره و همچنین 114 دیپلم‌های افتخاری از یونیورسیت‌های گوناگون گرفتگی است. در ساحه نورولوژی کار کرده، عاید نوروخیرورگ یعنی جراحی مغز سر دیپلم گرفتگی است. حتی در ایالات متحده آمریکا عاید طبابت با این اپای مسلممون برابر میشده دختری وجود نداشت. بعد خواندن رو ختم کردن، عافیت صدیقی به وطن خودش به پاکستان برمیگردد و اولین کاری که شروع میکند این هم باشد بشریت رو، انسانیت رو از هلاکت سلاح‌های بیولوژیک نجات دادن، داروها اختراع میکند. از این کاری اپای مسلممون اگنت امریکا خبر یافته برای نصب کردن عافیت صدیقی حرکت میکند و برای عافیت صدیقی تکلیف‌ها و تهدیدها میکند که از این کارهای دست بکش و چقدر که کار کرده باشی با مبلغ کلان برای ما بفروش میگه. ولیکن عافیت صدیقی این تکلیف و این تهدیدی امریکا را رد کرده، من حالا کاری خود را به آخر نرساندم میگه. بعد این ماجرا سال 2003 عافیت صدیقی با 3 فرزندش برای مادرش خبر گرفتن از اسلام آباد به شهر کراچی سفر کردن میخواهد و در ایرپورت پاکستان عافیت صدیقی با 3 فرزندش غایب میشود. بعد یک چند مدت معلوم میگردد که امریکا با کمک میلیسیاهای حکومت پاکستان این اپای مسلممون را از ایرپورت میدزدد. به سبب اوکالی که کرده بود عافیت صدیقی ای هوش میرود. وقتی به هوش میبیاد میبیند که اپامون در یک از زندانهای بگرام سابق حکومت افغانستان که با امریکا یک جا خدمت میکرد، کار میکرد به ضد مسلمانان، در همون زندان در بین مردها، در زندان مردها به هوش میبیاد. وقتی به هوش میبیاد زندانی ها نوبت به نوبت ساعتهای طولانی تجاوز کرده است. حکومت سابق افغانستان با همراهی امریکا عافیت صدیقی را 5 سال در زندان تنهایی نگاه داشته است. یکی از ژورنالیستان مشهور انگلیس ایوان ریدلی که در دست طالبان اسیر غلطه بعداً آزاد میشه و دین اسلام قبول میکنه، میگه که وقتی من عافیت صدیقی را دیده بودم که در یک از زندانهای حکومت افغانستان بود و آن عذاب‌هایی که به عافیت صدیقی داده شده بود، با آن عذاب‌ها حتی مردها تحمل کردن نمیتونست و به درجه لاغر شده بود که حتی در پای خودش مستقل ایستادن نمیتونست. حتی وقت‌های ششتن به چیز تکیه میکرد و از تنش خون میبرآمد و به سبب که اینقدر تجاوز و اینقدر عذاب‌های جسمانی به او داده شده بود و عذاب‌های روحانی، عذاب‌های خاطره‌های فرزندش به او داده میشد و عافیت صدیقی به طبابت سخت احتیاج داشت. لیکن هم خیلی باشد هم سابق حکومت افغانستان و امریکا برای طبابت او اجازت نمیداد. بله دوستان عزیز، چهره غرب که ما حقوق بشریت حمایت میکنیم، اسلام به زنها ظلم میکند گفته در تمام دنیا نعره میزنند، این است چهره آنها. مادر عافیت صدیقی در یک از ماه‌های رمضان با دخترش صحبت تلفنی میکند و عافیت صدیقی به مادرش میگه که مادر جان، من تقریبا هر شب است که در خواب خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را میبینم که گاه از دست من میگیرد و به نزد همسر خودش، به نزد مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها برده به همسر خود میگه که این دختر ما را در بر خودت بگیر. 2010 سال امریکا با این اپای مسلممون، با این عالمه و عافیت صدیقه تهمت کرده، گویا که وی گروه تروریستی، گروه القاعده را دستگیری کرده است، وی تروریست است گفته 86 سال به زندان محکوم کرد. بعضی ها میگن که حالا هم عافیت صدیقی در زندان تخص قرار دارد، بعضی ها میگن که وفات نموده است. عاید مرگ او یک منبع باورناک تا حال خبر نبوده است. بله دوستان عزیز، وقتی یک مسلمه ای معتصم که جایی گفته داد زده بود، ندا کرده بود، معتصم تمام لشکرهای اسلام با پا خزانده بودند. امروزها ما مسلمانان به درجه ضعیف شدیم که کدام کافری که بخواه، کدام مسلمانی را بخواه
همین گونه ظلم کردستای. دوستان عزیز، ما حرکت میکنیم، گپ میزنیم، ما باید بخوانیم بگیم حاضر وقتی سلاح نیست، حاضر وقتی جهاد نیست میگیم. لیکن میخوانه کسانی که بخوانند و آنها بخواهند که برای یاردن مسلمانان، برای یاردن بشریت و حتی کافر باشم برای نجات او از ضررهای کافران حرکت کند، کافران این همین گونه معامله میکند. یگانه ناموس مسلمه ها، یگانه آبروی و یگانه جان مسلمانان را، جان علما را حمایت میکرده این جهاد است. دوستان عزیز، ای روزی که جهاد ترک کردن 1000 علما باشند میگیرند زندانی میکنند. علماهایی که 40 سال 50 سال 60 سال عمر خودش در آموختن تعلیم دین، آموختن دین برای تعلیم دادن از دین صرف میکند، میبیاد یک طاغوت میگیرد زندانی میکند، تمام علم و تمام عمرش برباد میکند. اگر در همین گونه زمان یک گروه باشد، یک مجاهدایی باشد که ضربه خودش به کافرها رسانده بستد، پس کافرها این گونه ظلم نمیکند. کدام خلافتی بود انیق در خاطرم نیست، تا نزدیکی فرانسه زمین ها رو فتح کرده میره و میشنود که در فرانسه همین گونه یک عادت، همین گونه یک عرف بوده است که مردها و زنها یک جای رقص میکردند. خلیفه نامه مینویسد به فرانسه، به مسئولان فرانسه نامه مینویسد که ما در نزدیکی فرانسه آمدیم و زمین های مسلمان ها در همین جاست، یعنی دیار مسلمان ها در دیار شما نزدیک است و ما شنیدیم که شما همین گونه یک عرفی داشته اید، همین گونه یک آیینی داشته اید که مردها و زنها یک جای رقص میکرده است. از همین روز سر کرده همین عرفتون، همین آیینتون من کنید، زیرا اینکه همین عرف شما شاید سبب شود که مسلمان ها هم تقلید کنند. این همین گونه تهدید میکند. مسئولان فرانسه این همین عرف خودشه، این همین آیین خودشه من میکند. حاضر کجا هم خیلی سیاست و همین گونه گپ های مسلمانان میگذره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که برای من الله سبحانه و تعالی بعضی از معجزه ها را داد که با دیگر پیامبران دادگی نبود. یکی از این معجزه ها همین است که پیامبر خدا و یاران او با یک دیار کفر اگر حمله کردنی شید، اگر مسافه بین آنها یک ماه راه باشد، در دل همون کافرها ترس می‌درآمد. با مسافه یک ماه راه بشنوه که پیامبر خدا با صحابه ها به سر شما را آماده استند، کافرها میترسیدند یک ماه مسافه راه. اندکم حاضر در زمان ما علل عکس شده، برعکس شده. اگر بشنوند امریکا می آمده می‌درآمد، اگر بشنوند روسیه در اینجا می‌درآمد، در قلب مسلمانان ترس می‌درآید. این همه به سبب چی است؟ به سبب ترک جهاد است، به سبب اهل جهاد و جهاد شوم دیدن است. اگر که جهاد باشه در تاریخ اهمیت بده نظر بندازین، کدامی که در راه الله جهاد کرده بود هیچ وقت خار شدگی نیست. کدامش زنده مونده بود نصرت الله دید، کدامش کشته شده باشه به شهادت رسید، شهید در راه الله شد. انکم خاری ما مسلمان‌ها که یک مسلمه ضعیفه را حمایت کردن نمیتونیم، این به سبب ترک جهاد کردنمون، به سبب اهل جهاد و جهاد شوم دیدنمون.